من یک نظامی ایرانی در منطقه سوریه و عراق جهت شناسایی عناصر داعش و آمریکا بودم، ولی درگیر مسائل و مشکلاتی شدم. از وجود من فقط 5 نفر مطلع بودند که 2 نفرشان در حادثه ترور حاج قاسم و 2 نفر دیگر در حمله پهپادهای ناشناس کنار من شهید شدند و تنها ماند 1 نفر دیگر. این داستان زندگی من است به نام سربازهای کوکی. نویسنده و خوانش مجید مهرابی. قسمت دوم، گم شده در سیاهی. کمرم تیر می کشد، صورتم خیس می شود و یخ می کند. نفس حبس شده‌ام را بیرون می دهم و نفس می کشم. گلویم خشکیده است، زبانم را نمی توانم تکان بدهم. چشمانم را باز می کنم، تاریکی نمی گذارد چیزی را ببینم. چشمانم خشک شده‌اند، پلک می زنم. توی تاریکی دیوارهای خراب اتاق را می بینم. سرم را می چرخانم، گردنم تیر می کشد و تا مغزم را می سوزاند. آب دهانم را قورت می دهم. مزه و بوی خون دهان و بینیم را پر می کند. صدای زنی را می شنوم. شانس آوردی زنده پیدات کردم. سرم را به طرف صدا بر می گردانم و نگاه می کنم. هیکل لاغر و تکیده زنی میان عبایش کنارم می نشیند. 3 روز بیهوشی. با دستان استخوانیش دهانم را باز می کند و چند قطره آب توی دهان خشکیده‌ام می ریزد. آب توی گلویم می پرد. سرفه می کنم. کمرم تیر می کشد و تا توی کتف ها و گردن و سرم را می سوزاند. سرفه می کنم. زن زیر سرم را می گیرد و بلندم می کند. دست و پایم را نمی توانم تکان بدهم. سنگینی بدنم گردنم را به درد می آورد. سرفه می کنم. گلویم می سوزد. نفس می کشم. آب دهانم را قورت می دهم. صدای زن توی گوش و مغزم را می لرزاند. خودتو نکشی مرد. و دوباره آب می ریزد توی حلقم. به صورتش نگاه می کنم. برقع به صورت زده و چشمان درشت و کشیده‌اش میان لوگه و برقعش برق می زند. به اطراف نگاه می اندازد و آرام می پرسد عرب که نیستی؟ به چشمانش خیره می شوم. چشمانم می سوزد. سرش را پایین تر می آورد و آرام می گوید بهتر عرب باشی. سرم را روی بالش جا به جا می کند و ملافه کثیف و پاره‌ای روی بدنم می اندازد. بلند می شود. به طرف در شکسته اتاق می رود. آن را باز می کند. نور بیرون توی اتاق می ریزد. اتاق روشن‌تر می شود. نگاهم را توی اتاق می چرخانم. چند نفر دیگر توی اتاق بودند و گل و خون روی سر و صورت و مو و ریش‌های بلند و دشداشه‌هایشان خشکیده بود. سرم را بالاتر می آورم. زخمی بودند. از عبدالرشید و رفیع خبری نبود. درد توی هیکلم می افتد. سرم تیر می کشد و نمی توانم تکان بخورم. اشک چشمانم را پر می کند. بوی خون همه جا را پر کرده بود. نفسم می گیرد. نفس می زنم. صدای خور و پف و نفس زخمی ها توی گوشهایم می پیچد. حالم به هم می خورد. می خواهم استفراغ کنم. نمی توانم. شکمم خالی است. بغ می زنم. خون دهانم را پر می کند.
سرفه میکنم. خون روی ملافه و دشداشه سیاه و خاکیم میپاشد. نفس میکشم و سرم را روی بالش میگذارم. اشک از گوشه چشمانم میغلطد و گوشها و موهایم را خیس میکند. سربازهای کوکی. نویسنده و خوانش مجید مهرابی. آتش در دل شب، سایه ها رقصان بر دیوار، جنگ از دور میاد. عشق در دل شعله ها، فریادها در سکوت. قلبها می‌تپند در پله‌ها، کوبیده می‌شد. آغاز یک سرنوشت، باد از کوه‌ها می‌گذرد، خون در رودها جاری، قصه‌های از دل تاریک. صدای قدم‌ها، آهنگ سرنوشت در میان زخم امید. قلب‌ها می‌تپند بر طبل‌ها، کوبیده می‌شد. آغاز یک سرنوشت. صدای قدم‌ها.